ارزای آقایون انزال و ارگاسمشون شد نشد ولش کن. نه دیگه ولش نکن. حداقل اگه خواستی نسبت به این قضیه بی تفاوت باشی بهتره که بدونی چه پیامدهایی رو داره. توی این ویدیو با همراه باش تا بهت بگم چرا سر آلت تناسلی آقایون میاد اگه برای یه مدت نسبتاً طولانی سکس نداشته باشن. اولین مورد کوتاه شدن آلت تناسلی آقایونه. توبیاس کولر که یه اورولوژیست معروفه میگه برای حفظ سلامت بدن عضلات نرم آلت تناسلی باید به صورت منظم و دوره‌ای مملو از اکسیژن بشه. یعنی خون به آلت هجوم بیاره که همون اون اتفاق بیفته. اگه مردی برای یه مدتی نه تو بیداری که شامل ارتباط جنسی با جنس مخالف میشه و همچنین خودارضایی و نه تو خواب توسط یه رویه گرم و جنسی حتی کابوسی از زامبی ها روز رو تجربه نکنه، بعد از مدتی عضلات آلت تناسلیش دچار فرطوطی میشه و الاستیسیته خودش رو از دست میده، پس کوتاه‌تر میشه. یه نکته دیگه به اسم جنیفر کاودل گفته حتی اگه این اتفاق برای آقایون نیفته، یعنی آقایون برای مدتی این موضوع تجربه نکنن، 1 الی 2 سانت میتونه باعث تغییر اندازه و کوتاهی آلت تناسلیشون بشه. اما دقت کنید آقایون مجرد نیاز نیست نگران باشن. اگه مردی از نظر جسمانی حاضر به نوز باشه ولی مدتی که تو طول روز اون شرایط اروتیک و شهوانی براش پیش نیومده و نوز رو تجربه نکرده، اما این اتفاق تو خواب براش رقم خورده، شامل این کوتاهی نمیشه. پس کیا باید نگران باشن؟ اون دسته از آقایونی که چه تو خواب چه تو بیداری کلاً برای یه مدتی هست قادر به نوز نیستن. اما دومین مورد کاهش میل جنسیه. اگه آقا برای مدتی باشه که سکس نداشته باشه، روز به روز میل جنسیش کمتر میشه. کلاً بدن ما یه سری نیازهای ضروری داره، مثل خوردن، آشامیدن، نیاز به خواب، که اگه بهشون توجه نکنیم بدن یه سیگنالی مبنی بر گرسنگی، تشنگی، کم بوده خواب صادر میکنه. اما در مورد نیاز جنسیمون اینجوری نیست. یعنی بخوام خیلی راحت تر بگم، هر چقدر بیشتر سکس کنید هر ساعت و هر چقدر کمتر سکس کنید بیمیل‌تر میشید. این قضیه زن و مرد نداره، برای هر دو جنس همین اتفاق میفته. قبل از اینکه برم سراغ مورد بعدی، برای حمایت من این ویدیو رو لایک کن. اما سومین مورد چیزی نیست به جز اختلال نوز. اگه آقایون برای مدتی بدون سکس زندگی کنن، یکی از عوارض اون از دست رفتن قابلیت نوز و اختلاف و عملکرد نوزشونه که حتی این مشکل رو میتونه 2 برابر کنه نسبت به آقایونی که زندگی طبیعی و عادی دارن. و این مشکل بلند نشدن حالت تناسلی برای آقایونی که سنشون بالای 40 ساله و یه مدتی که دارن بدون سکس زندگی میکنن خیلی جدی تره. خیلی ساده بدیهی و واضحه که رابطه جنسی مثل ورزشه و باعث حفظ سلامت و حالت فیزیکیه آلت تناسلی آقایون میشه. از طرف طبق تحقیقات انجام شده آلت تناسلی مثل مایچه عمل میکنه. هر چقدر بیشتر ازش استفاده بشه قدرتمندتر میشه و هر چقدر کمتر ازش استفاده بشه، یعنی سکس کمتری باشه، قدرتشو بیشتر از دست میده و احتمال اختلال نوز بیشتر میشه. 4مین مورد خطر ابتلا به سرطان پروستات. آقایونی که برای مدتی سکس از زندگیشون ترک کردن هر چند وقت یه بار باید پروستاتشون چک بشه. تحقیقی که توی انجمن اورولوژی آمریکا روی 32,000 مرد انجام شد و نتایجش تو سال 2016 منتشر شد نشون داد که هر چقدر آقایون انزال کمتری تو زندگی تجربه کنن، خطر ابتلا به سرطان پروستات بیشتر میشه. اما آقایونی که لذت جنسی، ارگاسم و انزال به روش مرتب تجربه میکنن، خطر ابتلا به سرطان پروستات حتی تا 20% کاهش پیدا میکنه. و این انزال مکرر، نه حالا منظور از انزال مکرر در طی مثلا 1 ساعت نیست چند انزال ارگاسم، منظور اینه که تو روتین زندگیشون
انزال به صورت مرتب وجود داشته باشه باعث میشه که اون مواد شیمیایی که برای پروستات مضره به طور مرتب اندام آقایون خارج بشه. حالا گوش بده که اینجا قشنگ‌تر میخواد بشه. تو همین تحقیقات ثابت شده که آقایونی که با چندین شریک جنسی رابطه جنسی دارن احتمال ابتلا به سرطان پروستات تا 40% افزایش پیدا میکنه. اونم به خاطر افزایش ریسک ابتلا به بیماری‌های انتقالی از راه جنسیه. اما پنجمین مورد احساس درد در بیضه و عضلات آقایونه. بیضه ها از اندام حساس بدن آقایون محسوب میشن که نقش مهمی رو در رابطه جنسی، نعوذ و همینطور تولید مثل ایفا میکنن. بعضی وقتا آقایون بعد سکس دچار درد بیضه میشن که علتش میتونه تحریک جنسی طولانی مدتشون باشه یا عدم تخلیه کامل منی و همینطور اصلا نداشتن سکس نکردن یا سکس کردن ولی در حین سکس جلوی انزال گرفتن باعث مسدود شدن لوله کیسه منی آقایون میشه و همین باعث درد بیضه و انزال دردناکشون میشه. این درد خیلی زجرآوره ولی خیلی از اوقات هم خطر خاصی نداره. تغییرات هورمونی که تو بدن آقایون بعد از مدتی که سکس رو کنار گذاشتن اتفاق میفته میتونه باعث دردهای عضلاتی برای آقایون بشه. البته اینم باید بگم که خیلی از آقایون هستن با اینکه سکس رو کاملا از زندگیشون کنار گذاشتن ولی هیچ کدوم این دردهای بیضه یا دردهای عضلاتی رو تجربه نکردن و نمیکنن. قبل از اینکه برم سراغ ادامه ویدیو اگه تا الان من سابسکرایب نکردی همین الان لطفا این کار انجام بده تا تو ویدیوهای بیشتری در کنار هم باشیم. مرسی. اما چند نکته بگم در مورد عوارض به ارگاسم نرسیدن خانم‌ها. خانم‌ها روحیه حساسی دارن. اگر رابطه جنسیشون به خوبی پیش نره و توی هیچ سکسی به ارگاسم نرسن باعث پرخاشگری، افسردگی، گوشه‌گیری و استرسشون میشه. اما اگه حتی توی 70% سکساشون به ارگاسم برسن این علائمی که گفتم براشون اتفاق نمیفته. اما در مورد عوارض جسمی عدم رسیدن به اوج لذت جنسی یا ارگاسم در خانم‌ها چیزی گزارش نشده. اما اگه این اتفاق یعنی نرسیدن به ارگاسم خانم‌ها در صورتی که تواناییشو داشته باشن، حالا مسائلی باشه که نارضایتی از سکس، نبوده پیش‌نوازی یا نداشتن توهل کافی توسط پارتنر جنسیشون، ارگاسم رو تجربه نکنن، وفاداری رضایی هم نداشته باشن، در آینده منجر به بروز اختلال ارگاسم در خانم‌ها میشه. اما حالا برید سراغ مزیت‌های ارگاسم در خانم‌ها. بعد از ارضا شدن خانم‌ها از اینجایی که مواد شیمیایی طبیعی مثل آنتروفین، سرطانین و دوپامین وارد جریان خون بدنشون میشه، علاوه بر این که حس خوشایند شادی رو براشون رقم میزنه، از اونجایی که این هورمون‌ها تسکین دهنده هستن آستانه تحمل درد خانم رو بالا میبره و دردایی مثل سردردهای میگرنیشون قطع میشه و همینطور درد انقباضات دوره پیش از فایدگیشون برطرف میشه و همینطور باعث رفع استرسشون هم میشه. برید بهشون بگیرین.